سرخط خبرهای مهم. تاکید امامعلی رحمون با تلاش صادقانه وکیلان. حمله به کروکوسیتی هال، مهلت حبس گمانبران تمدید شد و دادگاهی در آمریکا خواست کاری USAID برقرار شود. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 20 مارت. امامعلی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان از پارلمان خواست که برای بهبودی سطح نیکواحوالی ساکنان صادقانه تلاش نمایند. پرزیدنت تاجیکستان که روز 19 مارت در اجلاسیه یکم پارلمان تاجیکستان اشتراک و سخنرانی داشت، از وکیلان تازه انتخاب طلب کرد که برای عملی کردن برنامه پیش از انتخاباتی خود سعی و تلاش نمایند و هنگام قبول قانون‌ها و حل دیگر مسائل‌ها منفعت جامعه، دولت و شهروندان را اساس فعالیت خویش قرار بدهند. با نوشته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون تاکید کرده است که وکیلان باید هنگام تهیه و قبول قانون‌ها از جمله در سمت دستگیری صاحبکاری، خصوصا صاحبکاری استثماری و جلب بیشتر سرمایه اهمیت اولین درجه دهند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارت برگزار شد. در این انتخابات 200 کس اساساً نمایندگان حزب خلق دموکراتی و 5 حزب دیگری رو به حکومت وارد کارزار شدند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نه انجمن آراست و نه نامزد پیشنهاد کرد. دلیلش نامعلوم است. دادگاه شهر مسکو مهلت حبس 3 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند روسیه را که برای اشتراک در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوسیتی هال ایبدار دانسته میشوند تمدید کرد. با نوشته خبرگزاری تاس با قرار دادگاه مهلت حبس حسین میدوف، لطف‌الله نظریمت، محمد ظاهر شریفزاده و امید جان سولیف تا 22 می دراز کرده شد. این گمانبران در دایره تحقیقاتی حمله تروریستی بازداشت شدند. به اطلاع منبع حسین میدوف را که زاده انگوشیستان می باشد تفتیشات همچون مسئول تامین اسلحه عاملان حمله تروریستی می داند. همچنین در رابطه با این پرونده 1 زاده دیگر انگوشیستان جبرئیل اوشف بازداشت شده است. به گفته مقامات خبش بگاودین علیف و باتیر کولایف در رابطه با این قضیه جستجو می شوند. در همین حال قرار است که چند روز بعدی مرافعه سعودی 4 گمانبری اصلی حمله دلیرجان میرزایف، مرادعلی رجبعلی زاده، محمد صابر فیضه و فریدون شمس‌الدین آغاز شود. روز 19 فوریه سال روان دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو مهلت حبس این 4 گمانبرا تا 24 مارت دراز کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کروکوس روز 22 مارت سال 2024 روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر را که بیشترشان زادگان تاجیکستانند با گمان طرح‌ریزی، اجرا و یوری در حمله بازداشت کردند، ولی تاکنون بعضی شبهه و سوال‌ها باقی مانده است. مقامات تاجیکستان 3 اپریل سال 2020 بعد هفته‌های نگرانی و خبرهای پرفاجعه مرگ چند نفر از ویروس التهاب شش وجود کرونا ویروس را اعتراف کردند. از آن زمان 5 سال گذشت و بنا به آمار مردمی رادیوزادی نه کمتر از 200 نفر قربانی این ویروس شدند. در برخی خانواده‌ها چندین کس تلف شد. همکارانمان عبدالغنی عبدالوهاب و برات یوسفی در شهر دوشنبه از راهگذران پرسیدند که از پاندمی و کووید چه خاطره‌هایی دارند. احساسشان از آن زمان چگونه بود؟ یا دارند یا اگر بیمار شده بودند حالا پیامدهایش را حس میکنند؟ خیلی چی بگم، مسئولم گذاشته هم خیلی که در اتوبوس در اومدیم میترسیم که یک با دست بخفیم یا وحانه یا چی را توزر تاثیراتش هست. احوازی در نظر من که همون کار نمیشه، رنگ گریپوی هم خیلی عادی شدگی های. همه گرفتار شدن مشکلی همی کسلی مشکلی نداره، مگر مشکلی داشت کنیش نه. گفته ارسو даже вспоминать не хочу. 5 سال پیش در دوران کرونا در ایران تجهیزات پزشکی تولید می‌کردم. دوران سختی بود ولی ما خدمت رسانی کردیم. به 3 تا استان 3 ولایت من کارخونه من لباس و تجهیزات پزشکی میداد. در روز تو ایران حتی 600 نفر هم تلفات داشتیم. خیلی دیر واسه ما واکسن کرونا اومد. نمیدانم حالا مشکل مسئولین ما بود یا تحریم این کارو با ما کرد. وضعیت بزرگ بود، هم محکم بود، راه پا کرانتین بود، هم محکم زواده بسیارش کرونا میکرد.
در اون با کار و بار شما چقدر تاثیر رسونده؟ چی خاطرات دارین از این کارنامه در روسیه؟ همین کار بار ما خوب که دیگه کار نکنیم، یعنی تو همون چیزش برمانه یا خوبه. Я во время пандемии не была здесь. Я была в Москве. در دوره پاندمی من در اینجا نبودم، در مسکو بودم. در یاد دارم که خیلی مشکل بود. ما همه در خانه می نشستیم و ممکن نبود که بسیار به بیرون برویم. اگر هم می برآمدید برای یک وقت معین بود. همه با نقاب و دستپوش می گشتند. خیلی مشکل بود و فکر می کردی که آن به پایان نمی رسد. ولی حالا می بینیم همه به پایان رسیده است و امروز به ویروس گشت و گذار داریم. Казалось, что это никогда не закончится, но благо все закончилось. И сегодня мы уже без вируса. واکسن هایی که من زدم پیامدهای من این است که نمیتوانم متعدد صحبت کنم، کنفرانس بدم، فراموشی گرفتم. بعد کلماتی رو میخوام بنویسم، بعضی از کلمات از یادم میرود. این آثارش است. بعد آثار کرونا هم هست. پزشک که مراجعه کردم گفت آثار کرونا است. نمیدونم، فقط بیننده های عزیز، شما از پاندمی و کووید چه خاطره ها دارید؟ به ما نویسید. دادرسی دادگاه فدرالی در مریلند امر داد که کاری آژانسی رشد بین‌المللی آمریکا یا USAID برقرار کرده شود، چون بستنش غیر قانونی می باشد. در قرار دادگاه گفته شده است ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ با مسدود کردن کاری USAID امکان دارد که به پایمال مقررات کنستیتوسیونی دست داده باشد. قرار 68 صحیفه‌ای را دادرس تئودور چوانگ صادر کرده است. دادرس گفته است این عمل نه تنها به جبردیده‌ها و کارمندان سابق آژانسی بلکه به منفعت‌های اجتماعی آمریکا هم آسیب رسانید. دادرس امر داده است که شکایت کنندگان را در کارشان برقرار کنند و به آنها به دفتر کاری که آنها می رفتند دسترسی کفالت داده شود. همچنین امر داده شده است که دسترسی همه کارمندان USAID به پشته کاری الکترونی برقرار کرده شود. دادرس به دپارتمنت ثمراناکی کاری حکومت تحت رئاست ایلون ماسک امر داده است که به اجازت مستقیم مقامداران این آژانسی دیگر هیچ اقدامی نسبت به USAID ناندیشد. وظیفه مدیریت موقتی آژانسی را ماموریت ترامپ به دوش کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو واگذار کرده است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 20 марти соли 1931 зод рӯзи шоир ва драмнависи маъруф Файзулло Ансорӣ аст ки дар 49 соли умраш тавонист дар рушди театри тоҷик нақши муҳим бозад ва бо намоишномаҳои зиёди саҳнавиву телевизионияш маъруф шуд. ӯро асосгузори драмаи манзуми тоҷикӣ ҳам меноманд ки барои доираи васеи тамошобинон бо намоишномаҳои театрии имтиҳон, ҳаёт ва ишқ, ҳукми модар, тӯй барпо нашуд ва ғайра шинохта шудааст. аз соли 2013 бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид ҳар сол дар 20 март рӯзи байналмилалии хушбахтӣ ҷашн гирифта мешавад. ин рӯз махсус барои огаҳӣ аз аҳамияти қаноатмандиву ризоият ва хушҳолии ҷомеа аз шароити зиндагӣ, даромади иқтисодӣ, амнияту маишат эҷод шудааст. бархе пурсишҳои афкори умум мегӯянд бо далели фалсафаи шукргузориву эътиқодмандии мардум дар Тоҷикистон аксар сокинонаш аз зиндагӣ изҳори қаноатмандӣ мекунанд, вале дар асл бо мушкилоти фаровони иқтисодиву иҷтимоӣ даст ба гиребонанд. 20 марти соли 1941 зодрӯзи ҳунарпешаи саршиносу Байдулло Раҷабов аст ки дар 80 соли умраш бештар чун ҳаҷвнигори касби шӯҳрат ёфт. корманди собиқадори театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва муассиси театри Масакавии Оина бештар бо ҳунарнамоиҳои яккааш маъруф шуд. солҳои зиёд дар мақомҳои расмиву давлатӣ кор кард. дар интихоби мавзӯъу ҳадафи ҳаҷву танз эҳтиёткор буд, вале эътироф мекард ки ҳаҷви сиёсӣ ба манфиати мардум ва давлату давлатдорист. صبح امروز قرب روبل پایین رفته. بانک ملی 1000 روبل روسی را با 129 سومانی، 100 یورو با 1191 سومانی و 100 دلار را 1093 سومانی مقرر کرده است.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.